سلام به همه. با چالش های مپترای اومدیم. امروز 3 چالش داریم که هر سهشون هم تو مپترای هستش. همه چالش ها تو مپترای هستش. چالش اولمون باید پوسترهای نیستی تو پیدا بکنیم 3 دونه، و چالش دومون کیف زویی، و چالش سومون دستبند نزویی. میریم تو مپ تا ببینیم که کجا میتونیم فرود بیایم و این چالش ها رو حل کنیم. خب عزیزان، میبینیم که میتونیم هم سیتی هال بیاییم و هم چستر و هم پنروز. خب میتونیم تا هر نقطه‌ای که دلخواه باشه فرود بیاییم. هر سه هم میرسیم، ولی من چستر رو انتخاب میکنم چون تو مسیرمونه و وقتی میخوایم جایی رو انتخاب بکنیم که فرود بیاییم باید زودتر از همه فرود بیاییم. و من پیشنهاد میکنم که همیشه ساختمان های بزرگ و مشهورش رو انتخاب بکنیم، مثلا این سه تا که جداگونه هستش. احتمال زیادتر میره که اینجاها پیدا بشه. من این بزرگی رو انتخاب میکنم و میرم فرود. بله، و ما هم تونستیم کیف زویی رو پیدا بکنیم. اینجا داخل همون ساختمونیه که ما نشانی گذاری کردیم، یعنی مارکش کرده بودیم. و این کیف هم کیف زوییه که داخل این وسط زندان هستش و شما میتونید با هم تیمی هاتون هم بگیرین، چون وقتی یک دونش رو گرفتم دونه دیگه به وجود اومد، یعنی پیدا شد. و شما به هر تعدادی که افرادی باشین میتونین از این کیف بگیرین. یعنی خوبی این کیف این بوده که ناپدید نمیشده. خب میریم تو لابی ببینیم چالشون حل شده یا نه. خب دوستان عزیز، میبینیم که چالشمون حل شده و ما کیف زویی رو پیدا کردیم و 125 اسپی رو هم به ما روارد جایزه داده و ما میتونیم که 125 اسپی رو بگیریم. خب دوستان، این بود حل چالش کیف زویی. تا چالش بعدی لطفاً ویدیو رو لایک بکنید و چنل رو سابسکرایب بکنید تا چالش های بعدی رو هم ببینید و حتما مشکل داشتید تو کامنت ها بنویسید. تا چالش بعدی و ویدیو بعدی، بدرود.